مرگت هیچ باورم نمی آید. خودت رو عذاب ندید دیلو. شاید نمرده باشه. ممکن گریختن از دود یافته باشد. از اون بیرحمان گریختن آسان نیست. برای نجات زینب جان خود را فدا نمود. گریه نکن دیلو. اشک چشمانت را تازه کن. دخترم دیلو. خودت را به دست گیر دیلو. گریه کردنت را نفهمد. از آقای دکتر خبری آوردید؟ متاسفانه نآوردم دخترم. زینب رو وقتی به مکتب رفتن ندیدم. حالش خوب نمینم. اصلا خواستم که رفته از احوالش با خبر شد. مایلش بابا جان. حاضر به نزدش میروم. بیسرم را از من ربودن. نخواستم رسیدم لیکن برای من اینجا را آباد کردی. برای من شده هلاک شدی. اگر آخرین آرزویمون رو پرسند چی میخواستی؟ تنها صحت و سلامت به ده برگشتنت رو میخواستم زینب. زینب خواهش میکنم آروم شو. خودت رو بیمار میکنید. خودت رو به دست گیر. کمی تحمل نمو. کودکان این دیه به تو برای معلمه احتیاج دارم. آقای طاهر محض برای همین حیاتش رو زیر خطر گذاشت. دیلا راست میگوید. دکتر میخواستند که در اینجا مکتبی کشویند. خوشبختی کودکان رو میخواستند. کنی خودت رو به دست گیر. بسیار صفحه های سخت میکنی زینب. با تو چی شد؟ در کار خیلی خونو خوردم. شاید برای همین باشه. خانم زلال، به جستجوی آقای ابراهیم رفته ایستادم. تا احوال طاهر معلوم گشتن در دیگر جای ایستادن میخواهم. نمیگذارم که به جای دیگر روید. میدونم که از من رنجیده اید، لیکن من نسبت شما کینه ندارم. خدا از شما راضی باشد. براتم را نگاه و بین نمودید. او را به وایه رسانیدید. خواهش میکنم خود را از من دور نگیرید. اگر شما را رنجانیده باشم مرا ببخشید. شما بسیار انسان خوبه. کاش در دیگر حالت با هم روبرو می شدیم. کاش خانم رابیه، کاش. مادر جان، بخیر است انشالله. خوش خبر. چی شد دخترم؟ پسرتون برگشتن. چیکار میکنی؟ آقای دکتر زنده بودن. شکر فرزندم زنده است. پدر جان، پسرم جانی پدر، چرا خودتون تنها به نزد آنها رفتید؟ ما رو خیلی خواطر کردید. این طور نگو دخترم.
جانم فدای تو با دختر جانم. پدر جانم. سلامت باشی حامد. تشکر اکا، تشکر. از شما امیدمون رو کنده بودیم. و تو گفته بودم که برمیگردم. اکا با آقای دکترمون سلامت باشید نمیگویید؟ ها اکا؟ سلامت باشی دکتر. تشکر. ای سلامت بابا. باشی حامد. پهلوانم، پهلوانی من. تشکر بابا ابراهیم، تشکر. سلامت باشی پسرم. تشکر. بدبختانه خبر مرگت را شنیده بودیم. شما خبر نداشتید. لباسم رو یک سیلوه به دست گرفته بود. کسی به من درباره لباستون چیزی نگفت. به من بگویید که شما چه خیلی از آنها نجات یافتید. با یاری عقل دخترم. شخصی رو با نام سینون جراحی کردم. برای زنده موندنش مجبور بود که مرا آزاد کند. از این دارو در 6 ساعت 1 دانه استعمال میکند. از اینش 2 تا فقط در شکم گرسنه. فهمیدم دکتر. ایستید نپرانید. و خدا ما از همین دهاییم. قماندان نپرانید، ما از همین دهاییم. ایستید. قماندان ما از همین دهاییم. مرد است. شما باید آقای حامد باشید. شما باشید دکتر طاهر. بله مویم. ما نیز شما رو میگفتیم. سلام علیکم. تشکر. سلامت تشکر قماندان. و ما مکانشون رو میگفتید. قماندان اگر خواهید من شما رو میبرم. شما رو دوباره زیر خطر گذاشتن نمیخوایم. شما فهمونید کافی است. زکی حالا آن داروها رو نآورد. احوال سینا خوب نیست. معلوم می شود که دکتر ما را فریب داد. تو بودی شما؟ بله. یگان خبری خوش آوردی؟ خبرها بدند. زیکی را به قتل رساندند. تنها خبر داده توانست. داروها را نگرفته است. دکتر تو خودت را به بلا گرفتار میکنی. میبرایم. صحت و سلامت برگشتند. کنی زود به خانه اتان روید. بیایید برادران میروید. روید.
خانم رابیا، من به آن خانه نمیدرویم. میدونید که این خانه دشمنی من است. شما رفته با او صحبت کنید، بعد پسرم را به نزدم فرستید. فهمیدم خانم زیلو، لیکن چطور به او گویم؟ آخر او حتی از مرگ پدرش خبر ندارد. چرا همتون خاموش نشستید؟ طبعتون چرا خیره است؟ آخه ما برگشتیم، بوز چی؟ پسرم، من باید به تو یک گپی مهمی را گویم. مهم؟ گپی مهمتون چی بوده است؟ چی واقع شده است؟ طاهر پسرم. مادر؟ پسرم. مادر، اینجا چه کار میکنید شما؟ پدرم در کجایند؟ مادر، چرا گریه میکنید مادر؟ جواب ده. با پدرم یگون نخوشی رخ داد. پدرت رو از دست دادیم پسرم. مرا با مزارش برید. دایی ما رفتن میخواسته، من مانع میشدم. من سبب گرم. از برای من، همش از برای من. دکتر پسرم، خودت رو بسیار عذاب نده. مرگ در اختیار ما نیست. همه روز یکی از پس دیگری میبریم. آقای دکتر، خود رو با دست گیر. خیز میبریم. خیز بیا. دخترها، من با خانم رابیا گپ دارم. مایلش قولای زیلول. بس چی میخواهید خانم زیلول؟ چندی پیش فرزندم را با آغوش گرفتم، به دردش درمان شدن خواستم. فهمیدم خانم زیلول. کمی به خود آید به اون میگویم. راست میگویید؟ خانم رابیا، شما را در خانه انتظار میشوم. پسرم را به نزدم بیارید، خواهش میکنم. مایلش.
پدر 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 در کجایید پدر پدر در کجا باشید این آدمه پدر پدر در کجایید چرا اینقدر داد میزنی؟ چی واقعه شد؟ پدر در کجا چی شد؟ چرا داد میگویی؟ آخه در کجا بودید؟ کاری تو چی؟ و فکرم از واقعه های آخری شما خبر ندارید. چی گپ شده است؟ چی میشد؟ اما که حامد با آقای دکتر به ده برگشتند. چی؟ مگر دکتر نمرده است؟ نه نمرده است. حالا در خونه اما که حامد میباشد. زود کلام را ده، زود باش. ای خدا، چی شده است ها؟ زودتر ده کلام را. او از من پنهانی چیکاری کردن میخواهد؟ پدرم اینجا چیکار میکند؟ در این صندوق چی باشد؟ مادر جان به فکرم خانم رابیه نمی آید. میایم گفته بود دخترم. کمی دیگر انتظار شویم. این خیلی باشد من دسترخوان را آماده می سازم. میلش دخترم، خوراکت را نیز خور. مادر جان شما به کجا رفته ایستاده؟ زود به نزد بابا ابراهیم رفته میایم. وقتی خوراک خوری شده شما با بابا چی کار دارید؟ نه شما از من چیزی را پنهان میکنید. مرحمت گیرید بایشتی بیارید یانگا گیرید مرحمت تشکر گیرید تشکر یانگا جان. او شود بیایید اکا بیایید امک جان. اکاتون خوراک نمیخورند آقای حامد؟ آن کس بربختر خورده است. بله آن کس خوردند. علی چرا نگاه کرده ایستاده ای؟ از آقای طاهر و اپم پرسش دارم. کنی گوش نبیم. وقتی در کوه بوده ترسیدید؟ اگر نترسیدیم گویم دروغ می شود. یعنی که ترسیدید؟ البته ترسیدیم چون که چی کار کردنشون هیچ معلوم نبود. برای آنها حیات انسان ارزشی ندارد. اگر من نبودم نمیترسیدم. وقتی کلان شدم سلاح گرفته جزایشان را میدهم. دهم آن را حمایه میکنم. ده را حمایه کردن خواهی و جای سلاح باید قلم بگیری. آقای طاهر راست میگویند. تو باید خونی، علم آموزی، ویرانکار سلاح به دست نیاری و شخصی باسواد و وطن دوست شدنت لازم است. لیکن آنها همه سلاح را استفاده برده میتواند، لیکن با آن تنها آدمان را ترسانیدن ممکن است. کاری از همه درستش آدمان را با علم و معرفت خود از راهشان برگرداندن است. از این رو تو هم باید علم آموزی علی. میل شپجان و آدم دیم که میخونم. آفرین بیسارم. اکنون خوراکت را خور. زینب کارهای مکتب چی شد؟ انشاءالله پگاه مکتب را میکشویم. انشاءالله. بلا دخترم در بیرون خانم میخوری. بابا جان عمر خواب رفت. باز هم هنگام کتابخوانی خوابش برده است. خاله
холаи зилол. марҳамат дароед холаи зилол. не намедароям дило. ба хайр аст? чӣ шуд? ман духтурро меҷӯям. нуқтаи тиббиро дидам, онҷо набуд. хобгоҳро ҳам дидам, набуд. шояд дар ин ҷо бошад, гуфта омадам. онҳо модару писар дар хонаи рофеъ меҳмон шуданд. тинҷӣ аст ё ки бемор шудед? не, бемор нестам. ман ба хонаи ӯ намедароям дило. дар ин бевақтӣ ба духтур чӣ кор дорӣ, духтарам? ба ӯ коре надорам. танҳо ба модараш як чиз гуфтанӣ будам. خودم جویمро дуруст мекардам. заҳмат кашидед. нима дар ин хел мешавад? шумо меҳмонед? хайр, хоби хуш. ба шумо ҳам. тоҳир, писарам, фарду субҳ барвақт ба роҳ мебароем. аз ин деҳа меравем. چرا همراهشان به سر دسترخوان ننشستید؟ مگر این کاری کرده‌تان به عائله ما می‌زیبد؟ آنها آبروی ما هستند اکا. ای دختر مهمانی من نیست. آن شخصی را که درباره‌اش گپ‌های بد میگوید حیات علی، زینب و مرا نجات داده است اکا. حمید به تو یاری داده باشد به من چی؟ من از او چیزی دیگر می‌خواهم. ببینید اکا شما چه میگویید؟ درباره سخن‌هایتان اندیشه می‌کنید یا خدایا؟ دیلو بخیر است؟ شما را ناراحت نمودم. بگذار مرحمت، استغفرالله. بیا دیلا، خوش آمدی. خوش باشی. مرحمت نشین. نه تشکر نمی‌نشینم. اگر خانم رو به خواب نباشن اون کس رو ببینم. البته با من بیا. گذر دخترم گذر. این خانه را به کوچه تبدیل دادن. این بس بدگی سکه. ببخشید که ناراحت کردم. شما حالا خوب نیستید؟ نه بدوریم. یکون کس بیمار شده است دیلو. نه بیماری نیست. من مادرتون رو دیدن میخواستم. ببخشید خالای زیلا در بیرون با شما صحبت کردن میخواهند. چی؟ حوزی؟ فردا صحبت میکردی؟ نه شاید یکون مسئله مهم باشد. من زود رفته میآیم. میلش؟ نه ایستو صبر کن. چیزی مهمی نیست. خودم رفته او رو میبینم. شبی خوش. شبی خوش. شبتون خوش. تشکر دخترم. پیسرم را باید به نزدم می آوردید. تا حال گفته نتوانستم. کی به او میگوید خانم را بیا؟ احوالم را دیده ایستاده. پیشتر که از او خبر نداشتم در حقش می سوختم. لیکن حالا این خیلی نیست. می دانید که اینش سخت‌تر است. دستم را به طرفش دراز کنم به او می رسد. چی کار کنم که این دفعه از دستم کاری نمی آید؟ زبانم بسته است. مگر این کارتون درست است؟ این را به من روا می بینید؟ گمان میکنید که گفتنش آسان است. تا حال مرا چون مادرش میداند. لیکن او فرزندی من است خانم را بیا. بله پسرتان بودنش را میدانم. لیکن فکری مرا هم کنید. سالهای دراز او را نگاه بین کردم. به وای رساندم. خواندم. پسرم گفتم. شما صاحب پسر میشوید و من او را از دست میدهم. شاید این دروغ را اصلا نبخشد. شاید تا زنده است مرا بد بیند. راست میگویید. شما هم حق هستید. مادامی که این طور است این کار رو باید طوری حل کنیم که نه شما او را از دست دهید و نه من. با سخنانی خوش به او فهمونیم.
شاید شما را فهمد. انسانی با علم و معرفت است، بی‌سواد نیست. آخر میل است میگویم، لیکن باز یک روز مهلت دهید. خانم زلال چی میخواستن مادر؟ هیچ چیز پسرم، هیچ چیز. بیا اکنون به درون درآییم که دیر شد. رفتیم. چیکار کرده ای صادقی؟ چرا او رو میزنی؟ کاردار نشو. نزنید اکا، تا حال یک بار نمازم رو قضا نکردم، کاری بد نکردم، به خدا خیانت نکردم. آخه چند بار با تو گویم ابله؟ چند بار ما اینجا جمع کنی آمدهیم نه نماز خوانی. اکا جان، آخر نماز خوندنی من به کی ضرر دارد؟ به کی ضرر دارد؟ حیوان، تو برای چی جنگ کردن را میدونی؟ از روی تو برید آدمان دارید احوالیم. یک باری دیگر نماز خانه‌ات را بینم میکشم. صبح بخیر. صبح بخیر پسرم دکتر. خودم رو بد حس میکنم. بسیار زیخ شدم بابا ابراهیم. کمی پس آدمان میوین، وقتی نماز رو خواندیم همش میگذرد. اولی اومدنم در کوه با محمد نامچه پانیوا خوردم. او مرا پیشواز گرفت. سلاح داران رو فریب داده با خودشون همراه کردند. برای نمازش را قضا نکردم به مرگ راضی شد. محمد برای نماز کشته شد. وقتی که او رو در این حال دیدم از خودم شرم داشتم. پیشتر نمازهایم رو میخوندم، اما حالا باز هم میخونی پسرم، باز هم میخونی. دری الله برای همه باز است. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الهی آمین. الله آمین. الله اکبر.
منم به مکتب آمدم بابا. پدرم گفتن که ما نخوندیم. تو را صاحب علم شو. درست گفته. من میخوام از همه الاخون شوم. آفرین دوست رویا کنم، آفرین. انشالله همه تون آدمانی با علم و معرفت. انشالله. سطحی کودکان زیاد شدن بابا ابراهیم. کسی زید نبرآمد زینب. همه برای تحصیل کردن فرزندانشان راضی‌اند. شخصانی که میترسیدن راضی نشدن، لیکن آنها نیز در آینده راضی میشوند. کنی بچه ها اکنون به مکتب می‌درویم. تشکر زیاد بابا ابراهیم. خدا شما راضی باشد، با ما خیلی کمک نمودید. به تو تشکر دخترم. با کوشش های تو ده همون صاحبی مکتب شد. رو خدا مددگارت بود. تشکر. حالا به همتون دفتر و قلم نمیرسد. از این روی تا یافتنمون یک جای استفاده برید. خوش بچه ها، اولین درسمون رو با نورسویی ها آغاز نمودیم. خوش آمدید. خوش آمدید. باشد زینب. تشکر. اینها رو از نقطه طبی یافتم. خیلی کم بودی داشتیم. تشکر زیاد. غم نخور. به واسطه آدمانی که به شهر میروند باز میخریم. سلامت باشید. بچه ها احوالتون چیه؟ من اکنون درسم رو آغاز میکنم. بچه ها با همتون معلمه لبای کنی نامت رو دیدی؟ سوهل دختری سعید چپان. های جانکی من. زوها باو چی شد؟ باو چی شد خدایا؟ با نقطه طبی میبریم. من حاضر برمیگردم بچه ها. شما همینجا انتظار شدید. گلسون تو رفت زود با پدر زوها خبر ده. آقای دکتر و دخترم چی شد؟ دخترتون یکم بیماری داشت آقای سعید؟ نه با فکرم نداشت، لیکن گاه از هوش میرفت. یکم برو رو با بیمارخانه برده؟ نه. چرا آقای سعید؟ چرا او را به ندی دکتر نآوردید؟ اگر بیماریش جدی باشد چی؟ بیمارخانه خیلی دور بود و هم شرایط نداشتم. فهمیدم آقای سعید، در بیرون انتظار شوید. با او چی شده است؟ با او چیزی گفته نمیتونم، اما نبضش خوب نیست. با او قدر اهمیت ندادند. اول باید خونش رو تشخیص کنیم. دیلو؟ فکر میکنم او رو به شهر بریم بهتر است آقای طاهر. البته زینب، لیکن اول بیماریش رو فهمیدن در کار. اکنون تو میتوانی به مکتب روی زینب؟ بله، راست میگوید. کودکان رو انتظار نکن، روزی اولین مکتب است. من به تو خبر میدم. میلش. رفتن میخواهم. به مکتب رفتن میخواهم. به مکتب رفتن میخواهم. انشالله بیماریشون خطر جدی نیست. پول را گرفتی؟ ها؟ نقص مبلغ بیمارخانه رو میپردازی. نقص کاری خوب کردی. پهلوانم را کج جمع نمیکنن. تکا؟ شد فهمیدم. گریه نکن، صبر نما. خیر تو حاضر به نزد کودک رو. پهلوانم را تنها نگذار. خواطر نشو، غم نخور. صحت می شود. پس از جراحی پسرم شیر بچه بری می شود. ها خیر ملش، تو بازی ده. سلامت باش. پهلوانی شو جوی من.
تعقیب میکنید خانم زیلا؟ منتظر بودنم را گفتن خواستم. آخه به من یک روز وعده دادید. کی میگویید؟ گفتم که میگویم. پسرم، پسر جانم، خواهش میکنم تو را بسیار پشیمان شدم. پسر جانم، ای خدا. پدر؟ پدر؟ پدر در کجایی؟ پدر؟ پدر؟ شما در اینجا چیکار میکنید؟ هیچ چیز. پدر، در این صندوق چی است؟ ای کاری تو چی؟ ها؟ برو بیرون برو. از پسی من میگردی. زود برو. از برای خدا در درون آن صندوق چی است؟ قزبون، چرا این قدر میپرسی؟ هیچ چیز نیست میگویم. حالا هم باور نمیکنن. از اینجا این قدر دختری بیفهم بوده ای؟ چیکار کنم؟ من همین خیلم. خدا ما را همین خیل آفریده است. بسیار گم نزن. زود رفته خوراک تیار کن. پدر، میدونید که معلم مکتب رو کشوده است. خیر؟ به من چی کشودن گیرد؟ مگر این خیلی نشود؟ طلبه های زیاد دارد، خیلی زیاد. شاید صنف پر شده باشد. تنها تو نمیرسی. اگر خواهی تو هم رفت عصبی نکن مرا. رفته خوراک را تیار کن. رفت. دردی سر. این معلم و دکتر به سرمون بلا بیاورند. خوب هستی زحال؟ خوبم. به مکتب روم؟ حالا نه، اول صحت شو بعد. فرموده هایتون رو آوردم آقای دکتر. تشکر زیاد آقای رجب. پیش از به شهر رفتنم باز به نظرتون میدارم آقای دکتر. مالش تشکر زیاد. تو بازدید آقای دکتر. تو بازدید. بیمارمون شفای افتست کو؟ بله، من نقص شدم. به مکتب روم؟ نه جونکم، سروستی من نشو. آنا، این است تو. این چی است؟ بنان، بسیار بامزه است. کنی این رو خور و تو بسیار مقبول می شود. دلو، تو زحال رو به خونهشون بر. کمی هم راهش ایست. با مادرش صحبت کن. گویی که با او بسیار اهمیت دهند. فهمه آقای دکتر. حالا زحال با اپاد به خونهتون می روید. در خونهتون استراحت کن. ما هم باشم تحلیل خونت رو می بینم. کنی بینیم با تو چی شده باشه؟ کنی فرو؟ گیر، این از زحال است. من به مکتب رفتن می خواهم آقای دکتر. یک چند روز استراحت کن، بعد می روی. دخترم؟ زحل رو به خونه میبریم آقای سعید. چی شده است؟ آقای دکتر خونش رو معاینه میکند، بعدا سببش معلوم میگردد. بینید به من چی دادند؟ همه‌اش از تو دخترم، همه‌اش از تو. بیا رفتی. طاهر در درون است؟ بله خانم رو بیا. کنی رفتیم. تشکر. خونه می رویم. نزد مادرت می رویم. رفتیم. طاهر. پسرم. بیایید مادر، خوش آمدید. با تو یک چیز گفتن میخواهم. میدونم، باز هم از اینجا روی میگوید.
گوش کن پسرم، این دیها زبی من نیست. این سخنها رو از یاد نمودم مادر. پدرم هم از اینجا رفتنم رو میخواستن. شما هم چی شد است با این دیها؟ هیچ نمیفهمم. هیچ؟ چی میشد؟ لیکن به این احوال نگر، همه جویش ریخته ایستاده است. این دیها هم همین خیل است پسرم. مگر تو برای همین خیل جایها دکتر شدن خوندی؟ پسرکم، تو باید در زیباترین بیمارخانه کار کنی. اگر همه در شهر کار کردن خواهند، بیماران دیها رو کی طبابت میکنند مادر؟ کسی نخواهد طبابت کردن گیرد. تو آبرو و آینده‌ات را فکر کن. مادر، آبرو رو من محض در همین جا پیدا میکنم. مردم اینجا با من مهربانند. چطور پرتوفته رفتن این انسانها رو از من انتظارت؟ دکترانی که پیش از من آمدند اینجا رو ترک کرده رفتند. من این کار رو نمیکنم. خوب، مایلش. تو که رفتن نخواهی، من هم نمیروم. بسیار خوب. مادر و پسر در همین جا میمونیم. آفرین. کاری تکرار کنید. خیلی خوب. حالا ما رو با دقت گوش کنید بچه ها. کاری تکرار کنید. ایستید. گپ‌هایتان رو شنیدم. مرا فریب داده ایستاده‌اید. مقصدتان فرزندم را از من گریزاندن است. من را دیدید و تا حیف همه چیز را نقل میکنم. شما حقیقت را به اون نمیگویید خانم رابیا. یک طرف ایستید. خانم رابیا. مادر، با شما چی شد؟ چی شد با شما مادر؟ فشارم بلند شد. چی شد؟ پسرم. مادرم چی شد؟ به خدا نمیدونم. من کاری نکردم. مادر جان با شما چی شد؟ مادر جان. مادر؟ خوبم. من صحت شدم. اکنون رفته از پس کارت شو. گفتم رو. پدری که گپش به دخترش نگذرد عاقبتش همین است. حتما باید چوره این معلم را دید. از حد گذران، تماما از حد. پدرون چی کار کرده ایستاده ای؟ تو کیستی؟ منم رئیس. خاموش باش. نمیگوی برای تو خام رو کفوندیه؟ خوب شد که از پیشم برآمدی. من تو گپ دارم. تو اول به من گوی کی دکتر به شهر رفت یا نه؟ نه، حال هم در دیه هست. بسیار خوب. ایستا با کجا میروی؟ من تو گپ دارم گفتم. با خبر باش، باز مکتب را کشودن. اگر چاره این مکتب رو نبینید در دیگر دیه ها نیز میکشویند. بعد از من یگان خیل آدم طلب نکنید. از من تنها گفتن. خیلی خوب. اکنون بچه ها، من در تخته صنف یک چند کلمه می نویسم. آنها رو به هجه ها تقسیم کرده به دفترتون نویسید. کادو. آفرین. پیاس. بخیر است امک؟ بخیر نیست. چرا من به خبر کودکانم را به اینجا میاری؟ امک، آنها جانهای من هستند. خواستم که خونده صاحب معلومات شوند. گوش کن زینب، کودکان مرا به اجازت من یگان کار کردن نمیتوانی. این را فراموش نکن. در حالی که کارهای خانه و زمین زیاد است، آنها در اینجا چی کار میکنند؟ خیزید رفتم. را گردید. پیش گذارید. را گردید. رفتم. فریب دادنتون را میدونم. اگر
نگویید. من خودم به پسرم میگویم. شما نگویید خانم زیلو، خودم به طاهر میگویم. لازم نیست خانم رابیه باور نمیکنم. بیگاهی به خانه دعوت نموده همه چیز را به او نقل میکنم. باور نکند. این را نشان میدهم. چرا جنگ کرده ایستادید؟ چخیر جنگ قزوان؟ تو رو از اینجا. بخیر است خلا؟ خلای زیلول از شما چی میخواهد؟ کوه به کوه نمیرسد، لیکن آدم به آدم میرسید. دستر دکتر چی میخواهی؟ احوال سینم خوب نیست. داروغت را گیر به کوه میرویم. نمیروم. گم را نمیفهمی؟ آقای دکتر چی شد خانم زیلول؟ به تو گپ‌های مهم دارم. بیگاه تو را در خانه انتظار میشوم. در ده گوزلچه بیماری هست. بگو به اونجا میروم. بعد بازگشتم حتما به نزدتون میدرویم. این طور باشد. آمدنت را انتظار میشوم. مایلش. خیلی خوب نقش را بازی کردی. زود باش. داروغت را گیر میرویم. زودتر. بیگاهی دعوت نموده با او گپ میزنم. گفت نباید با طاهر صحبت کند. با آن زن مانع شدنم لازم. لیکن چی طور؟ با خانم زیلول جنگ کردید گفتن درست است خانم رابیه؟ گزینش را از کجا شنیدی؟ به خدا که من نمیدانستم، لیکن دختری رئیس قزبان گفت. با آن زن در کوچه روبرو شدم. با خانهش نمیروم گفتم. و اینقدر دختری سخنچین بوده است. قزبان بسیار مکار است. اگر خواهد اهل دیه رو با هم جنگ میاندازد. خسته نباشی قزبان. خوش آمدید خلا. از اینجا میگذشتم یک تو رو بینم گفتم. بسیار کاری خوب کردید. مرحمت به مهمانخانه دارید. نه همینجا بالای کد می نشینم. به شما چه دم کنم؟ نه لازم نیست. بیو من برای دیدن تو آمدم. بیو کمی با هم صحبت کنیم. البته صحبت میکنیم. خوب لیکن بین خودمون خبوتی نشوید. در کوچه زیلول از تو چی میخواهد گفته پرسیده بودی. اون زن مرا به حالم نمیگذارد. وای چی میخواست است؟ نمیدونم. پسرش در شهر بوده است، در کجا بوده است. او رو میشناسی گفته از من میپرسد. در آن استانبول کلان من او رو از کجا میشناسم؟ آخر دههای آب کلان نیست؟ براتم گفته بیزار کرده است. نخود خلا؟ آخر پسری وای چند سال پیش مرده بود. نمرده بوده است. پسرش را از ده گریزانده او را به همه مرد گفته است. نخود. پیش درا. دکتر داروها را نفرستاده. او سربازان کشتند. تو نیز مکان ما را با آنها خبر دادی. ما همش رو میدانیم دکتر. گوش کن دکتر، راه گریز نداری. مرا نزدیک گوش کن. مرا تبابت میکنی. معلمه باز مکتب رو کشاده است. با فکرم عقلی این معلمت حالا هم به سرش نآمده است. یلماز بیدی کنید زود رفته مکتب را بلنگار کنید. سزای معلمه را نیز دهید. روید. اطاعت. دکتر تو کاردار نشو. کارت را اجرا کن. مرا صحت کن دکتر. اونها رو من کن. و تو کارت را کن گفتم. بسیار کوشش نکن. او را نجات داده نمیتوانی. آفرین.
درست؟ تو خطا نوشتی. از نگاه کن. اخی زینب گریزید آماده ایستادند. چی با خیال دو؟ سلاح به دستان ناگهان از کجای پیدا شده راست به همین طرف آماده ایستادند. بیایید گریزید. بچه ها زودتر از اون برای زودتر. خیلی زود باشید. نیستید. دوید زودتر باشید. زودتر باشید. اخی زینب خودتون اول گریزید. این آدما شما رو میجویند. شما رو به قتل میرسونند. دوید زودتر باشید. معلمه در آن یک طرف ایستا. یلمه زود باشید. زینب دخترم پنهان میشونیم به اینجا طرف. که به پا میخزم دختر. چرا خاموش استاده یه گپ زن؟ بگو از اینجا روند. تنها صحبت میکنیم. چرا؟ احوالات رو دونستن میخواهی؟ که ما اگر یگان نیتی بد داشته باشی نابود میشوی دختر. احوالات بد است سینان. برای همین نخواستم که همه دانند. چی گفتن میخواهی؟ کمی روشن‌تر گپ زن دختر. گفتنیم که تیر با جگرت تاثیر رسونده است. تو باید از این آگاه باشی و هر ماه از معاینه نگذاری. بعضی داروهای هستند که به استعمال آنها شفا نمییابی. میفهمی سینان؟ مهلت زیاد در زیر نظارت دکتر باید باشی. اینها رو نزد رفیقانت نگفتم، زیرا برای شناخته شدنت تو رو به شهر نمیبرند. این زمان در سرحد تفتیش خیلی جدی رفته ایستاده است. از این رو به خارج هم سفر کردن نمیتوانی و حتی رفیقانی بواری نوکت نیست تو رو با چرخ بال بردن نمیتوانند. خودت نغز میدونی که قشونهای زود عمل تو رو زنده نمیگذارند، به قتل میرسانند. اینطور باشد مرا نجات میدهی دختر. مهلت زیاد رو طلب میکنند لیکن نجات میدهم، فقط به شرطی که ده رو به حالش میگذاری و مکتب شده میشود. با معلمه هم دست نمیرسونی. چطور از من تو شرط طلب میکنی دختر؟ بیا رفتیم. آهسته بیا زود دویدیم. خاموش دویدیم. چی شد پدر؟ پدر سگون با قفل ایستا از جا نیست. ایستا گفتم شهر بیشک اینجا بیا. همون درسته راه کنید. همون درست گفتم دستت را گیر. مکتب را باید نمیقصادی معلمه. دخترم را به حالش بذار. ایستا بدی. چرا؟ چه گفتن میخواهی؟ به مکتب میبری. او را در نزد مکتب به قتل میرسونیم تا به دیگران عبرت شود. درست میگویی. خیز از جایت. علی خیز. دختر خیز را میروی. زود باش. زینب دخترم. باز مکتب را کشادی ها؟ تو چی گپ را نمیفهمی؟ مرا هم به قتل رسونید. مرا هم کشه. مرا هم کشه. ایستا نکن. آمید نکن. مرا هم کشه. این خورتان از روی آدمگری نیست.
نادرست است. شما در نزد خلق برای این کار جواب بدید. بابا غلط نکنید. این فیلم کارگاه نشده. باش کنه. دیگر در این دهه زینب این کارو نکنید. هیچ کس مکتب نمی‌شود. معلم باشد کشته می‌شود. نفرمون. زینب ایستا بدی. صبر کن بدی. صبر کن. یک طرف استه. چی؟ با خود دست نرسانیم؟ بله دست نمیرسانده. از بالا هم شده است. این چه می شود؟ چیزی گفته باشد همان را کن بدی. نه ایستا. با فرمان زید و راندن میخوای بدی. چرا ایستاده ای؟ زود میرویم. زود باشید میرویم. زود باشید میرویم. نه دخترم. طاهر با فکرتان با قشون‌های زودمال شرطنامه بستنتان درست است؟ من با قشون‌های زودمال شرطنامه نبستم. دروغ گفتید؟ برای تو مکتب و ده مجبور بودم. اگر دروغتان آشکار شود چی؟ آن ابله شما رو میکشد. برای آشکار نشدن دروغم سینام باید در یگان بیمارخانه زمانوی طبابت بگیرد. از دروغ گفتنم آگاه شود چی تغییر مییابد. سینام برای نجات خودش با من شرطنامه بست. اگر امنیت با خبر شود او زنده نمیماند. دیگر به ده آمده مردم را آزار نمیدهد. بچه ها سخت ترسیدند. نمیدونم که دیگر به مکتب میآیند یا نه. اگر لازم شود با تمام اویله ها یک صحبت میکنیم. بابا ابراهیم نیز کمکمون میکنند. کودکان رو به مکتب میاریم. دیلو؟ 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 من برای وی آمدم. بابایم آدمان رو جمع کرده با آنها صحبت دارند. زینب کودکان رو در مکتب انتظار شوند گفتند. مایلش. برادران کودکانتان را به من امانت سپارید. دیگر از کسی نترسید. من آنها رو به مکتب میبرم. بینید من نبیرم رو به معلم امانت میسپارم. مبادا باز به مکتب هجوم کنن چی؟ اگر هجوم کردنی میبودم برای کشادن مکتب اجازه نمیدادم. اما بینید دیگر به ما دخالت نمیکنن. آن آدمان مسلحن. اگر خواهند مرا فورا به قتل میرسونند. لیکن ما به آنها نمرده بلکه سالم در کار. همه‌تان آرام شوید. آنها به ما زیانی نمیرسونند. لیکن اگر فرزندانتان را طالبین نکنید خطر اساسی انا آن وقت آغاز می شود. کنی بچه ها معلم زینب شما رو مشاهده کنید. دمیر ای احمق دمیر های دمیر این احوال عاقل چگونه است ها؟ تا رامه را آوردن چوپان زود عاقل را تازه کن. زود باش. خوب شده است. السلام علیکم. و علیکم السلام رئیس. مبارک شود. دخترت نجات یافته؟ تشکر. لیکن چرا اینجا ایستاده ای؟ یا که با دخترم مگم گپ شده است؟ اما چخیل گفتنم رو نمیدونم. گپ زن رئیس. با دخترم یگان واقعه شده است. نه مادر دکتر به قزمان گفته است که برات پسری زلال زنده بوده است. در استانبول بوده است. زلال سالها باز به ما دروغ میگفته است. شاید این گپ دروغ باشد رئیس. باور کنید اینش رو نمیدونم. لیکن زلال از روزی که دکتر و مادرش به اینجا آمدن از آنها همیشه سراغ فرزندشون میکرده است. زلال حالا این دروغ رو به تو نشان میدهم.
آمدید. باشد معلما. همه اشون نآمدن لیکن به همه قدرش هم شکر. مهم اون است که به ترسشون غالب آمدن. تشکر زیاد بابا ابراهیم. من میروم. اله همتان عالم و دانا شوید. رفتیم بچه ها رفتیم. راه کرد جانکم. آهسته. تو به نقطه تی بیرم. شما نمیوید. من به نزد خانم زلال میروم. وعده داده بودم. مادر جان چرا دختر را دعوت نمودید؟ با او گپ دارم دخترم. باز من خواطر شدم که چرا دختر را جیغ زده اید؟ بدتر به تو میفهمانم. در وقت صحبتمان تو به درون در فهمیدی؟ مالش خانم زلال. خانم زلال. مادر جان آمد. خیریت که آمد. تو به درون درو. خوش آمدی پسرم. خوش باشد خانم زلال. مرحمت درو. در اصل من دوری اومده نداشتم. برای با شما قول دادنم اومدم. مرحمت گپتون رو گوید من میروم. گپی جدی است. در سری راه گفتن نمی شود پسرم. اگر خواهید پگاه به نزدتون میآیم. نه نمی شود. هر چه زودتر باید به تو گویم. گوش کن پسرم. سخنانم یا تو را به غضب میآورد یا اینکه به تعجب. لیکن زلال چی گپ است؟ چی میخواهی؟ ما را فریب دادی زلال. ما را فریب دادی و ما دروغ گفتی زلال. دروغ گفتی و ما دروغ گفتی. آرام شوید آقای کردار نکنید. زنی فریبگر یعنی تو ما را فریب دادی. برات زنده بوده است. گپ زن. پسرت در کجاست؟ کی به شما گفت که او زنده است؟ برات وفات کرده است. آقای طاهر زهر رو پدرش به نقطه طبی آورده است. حالش خوب نیست. باید رویم. ای خدا. مهلش میرویم دیلو. زود رفتیم. گپ زن زلال. برادر کجاست؟ او در قبرستان است. فهما این طور باشد خبرش را با ما نشان ده مسئله حل می شود. کی این دروغ را برآورد؟ آخر این خودش چی گپ است؟ مردم دیگر کار ندارن که به تو دروغ میگویند. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. یگان چیز بوده است که این گپ ها برآمدند. تو چه ها میگویی حمید؟ یگان دلیل ندارم. کودک مرده است میگویم. تو هر قدری که میخوای رد کن لیکن حقیقت آشکار میشود. این دفعه آخرین است که اینجا آمدیم زلال. دفعه دیگر یا جایی برات را برایمان میگویی یا این که برفین را گرفته میبرم. زلال گپمون انا همین. خدایا من اکنون چی کار میکنم؟ اوه زهر همه را هم کودک را سوختی. زنی فریبگر. من چی دور گفتم میتوانم که دختر پسرم است. دعوای خون دارند. مبادا او را نکشند. مادر این گپا روست است. اکم در حقیقت زنده هستند. مادر ایستید مادر. با کجا می روید مادر؟ قبرش نیست. کجا شد؟ چی میکنید مادر؟ گویی چی میکنید؟ براتم همینجا بود. مادر جان شما چی ها میگویید؟ قبر برات نیست. در کجاست؟ باید در همین جا می بود. نیست. قبرش نیست.
بفرین رفت از اینجا. یا اینکه شما بردار قبر دختر آفر رو فرستادنیه. بفرین رفت از اینجا. مادر رفت از اینجا میگه من. مادر میگه رفت از اینجا. میتوانی روی سعید. زحال اینجا میماند. مایلش آقای دکتر. شبی خوش. و تو هم. انا قبرش همین است. شما هم شاهد شوید بابا. انا جنابان قبر همین است. از کجا میدونید که این قبر برات است؟ من با تو چی خیل باور کنم زیلال؟ چی خیل باور کنم؟ باز چی کار کنم حامید؟ قبر گفتی من قبر. حامید کار را کشال نده. قبر در پیش است. این قبری ساخته است اکا. شما را این زن باز چطور باور کناند؟ شاید میبینیم. توبه شما دیوانه شده اید. با زلال باور ندارد گفته مرحوم را ناراحت کردنی ممکن است مگر گناه است. توبه ای خدا. عذاب و شکنجه‌ای به این زن آورده‌تان را دیده شرم کنید. کنی همه به خانه روید. این آوازه ها را هم بس کنید. قبر انا در اینجا و برات نیز مرده است. همش همین. رفتیم اکا؟ یا الله. کنی بس کن. گریه نکن. من به تو باور میکنم دخترم زلال. نشو دکتر، تو پیسری منی. براتم گفته نتوانستم. افسوس با پیسرم یک جو نمیشم. اینها کیستند؟ دختر پدر اینها کیستند؟ با تو چی؟ چی کار داری؟ چی رو میپرسی؟ نپرس نگفته بودم به تو. نپرس نگفته بودم. من تو را میکشم.
نیستم نکنم. بازی چی کاری کرده بوده؟ میکشم گفتم میکشم. اینجا بیا. انا با تو. من تو رو میکشم ها. نیستت میکنم. به من نگاه کن. به من نگاه. اگر این رو به کسی گویی تو را میکشم. فهمیدی؟ میکشم. خالده که این رو به کسی نمیگویی. خاطر میگویم. کام از اینجا برو مادر رو. برو. شبی در روز در خوابش به مکتب رفتن میخوام میگفت. بنانی در دستش بوده رو هم رها نکرد. تشخیص خونش تمام شد. بله. نتیجهش چه خیلی است؟ سرطان از 120 فیض حجره های خونش رو گرفته است. خدایا. اکنون چی می شود؟ بعد از این حالت از دستمون دیگر چیزی نمی آید. آقای دکتر. لبای زوال. من به مکتب رفتن میخواهم. مرا به مکتب برید. میبرید آقای دکتر. بایلش زوال. یک جای با مکتب می رویم. مایلش. خیز رفتیم. اوپا کنی باقی مانده های استخوان های برات در کجایند نگویم؟ بابا این طور نشده است. زیلال دروغگوی است. ما را فریب داد. شما را چرا فریب میدهد؟ باوری هم نمی آید. این را سالهای زیاد چطور پنهان کردن ممکن است؟ ایستد بابا ابراهیم. به هیچ چیز کاردار نشوید. این دفعه شما دخالت نمیکنه. خداک سلامت است. اما سال هاست که مرده گفته ما را فریب داده است. او ما را بیعقل گمان کرده. بابا برای این کارش جواب باید دهد. وقتی برفین را گرفتنمان رسید. اکا حاضر مگر وقتی چنین گپ هاست؟ 3 ضرب 2 3 ضرب 3 3 ضرب 4 3 ضرب 5 آفرین. زحال خوش آمدی زحال. معلم زحال به درس اومدن میخواست. ما نیست هممون آمدنی تو رو انتظار بودیم زحال. آمدم معلمم. بچه ها کنی به زحال خوش آمدی گویید. خوش آمدی زحال. بیماریش چی بود است؟ سرطان. اون چی کار میکنید؟ جان این برای تو توفه. غیر از بجا آوردن آخرین آرزویش دیگر چرایی ندارم. این را برای شما آوردم معلمه. تشکر زحال جان. زیلال در کجایی؟ زیلال بیرون برا. هر زیلال
باز چی میخواهی حامد؟ قبر را کشادیم. قبر خالی است، ساخته است. تو فریب میکنی. سالهاست که ما را فریب دادی. معلوم است که آوازه ها بهوده نبوده است. زلال برات زنده است. زلال جای برات را با ما بگوی. گپ زن، ما را گرنگ نکن. نمیدونم. برات در کجا زلال؟ گفتم که نمیدونم. این طور باشد برفین حق ماست. برفین؟ برفین آرام شو. آرام شو برفین. برفین آرام شو. آرام شو گفتم. آرام شو. برفین برفین. ایسا حامد با تو گپ دارم. مادامی که این طور میگویید بیایید خونبها را 2 برابر زیاد میکنیم. زلال کسی از تو پول نمیخواهد. یا خونی برات یا دخترت. انتخاب کن. نکنید، از برای خدا نکنید. 2 برابر خونبها را زیاد میدیم گفتم. دیگر پولت به ما لازم نیست. بابا ابراهیم مرا نجات دهید. بابا ابراهیم التجا میکنم مرا نجات دهید. بابا ابراهیم مرا نجات دهید. بابا ابراهیم. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.